فریبا داوودی مهاجر نامی آشنا برای کسانی است که مسائل دانشجویی و زنان را در ایران پیگیری می‌کنند. او را سال‌هاست که می‌شناسم. از سال‌هایی که در روزنامه خرداد در سال‌های 78 تا 79 مسئول روابط عمومی روزنامه بود تا سال‌های بعد که در روزنامه‌های دیگر همکار بودیم. او را در تمام این مدت با چادر، نه از آن جنس چادر اجباری که چادری خودخواسته و در قامت حجاب برتر می‌دیدم، چه او را در خیابان می‌دیدم هنگام خرید برای دخترانش و چه در هنگام سخنرانی در دانشگاه‌های مختلف. فریبا همان بود که بود، سخت پیچیده در چادر سیاهی که حتی یک تار مویش را هم امان نمیداد تا راه بگشاید و دیده شود. اما بسیاری از بینندگان شبکه تلویزیونی صدای آمریکا با چهره دیگری از فریبا داوودی مهاجر آشنا شدند و البته کسانی که او را نه در مقابل دوربین که پشت دوربین می‌بینند با زنی روبرو می‌شوند که انگار نامی از حجاب را هم نشنیده است. فریبا داوودی مهاجر که اکنون ساکن واشنگتن است به احترام زنان ایرانی که طبق قانون جمهوری اسلامی موظف به حفظ حجاب اجباری‌اند در برنامه‌های تلویزیونی روسری بر سر می‌کند، اما در سایر فعالیت‌های اجتماعیش بدون پوششی که در ایران حجاب نامیده می‌شود ظاهر می‌شود. در 70مین سالگرد منع حجاب در ایران از فریبا پرسیدم کی و چطور حجاب رو به عنوان پوشش خودتون انتخاب کردین، حجاب اسلامی رو؟ در واقع بعد از انقلاب من توی 14 سالگی تو همون هیاهوی انقلاب و مسائل بعد از اون توی خانواده‌ای که به هیچ وجه مذهبی نبود حجاب گذاشتم. البته اوایل خیلی خانواده‌ام نمیدونستم. علت اینکه حجابم گذاشتم این بود که خب اون موقع خب خیلی جوان بودم، فکر می‌کردم که حجاب میتونه باعث بشه که آدم‌ها به جای توجه به ظاهر زنها در واقع به درون زنها توجه بکنن. اون موقع همچون خودم تو شرایط آزاد و اختیار رو سعی سرم کرده بودم و به هیچ وجه توی خانواده‌ام اینجور مسائل مطرح نبود. وقتی تظاهرات بر علیه حجاب اجباری برگزار شد توی اون شرکت کردم. توی مدرسه ما گروه‌های مختلف سیاسی اون موقع دفتر داشتن، انجمن‌های اسلامی، پیشگام که وابسته به چریک‌های فدایی بود، مجاهدین خلق، پیکاریا. و جالب اینه که اون موقع همه این گروه‌ها با هر عقیده‌ای که داشتن با بچه‌هایی که به تظاهرات می‌رفتن برای اینکه مخالفت بکنن با حجاب اجباری مخالف بودن. و در واقع یه جوری فکر می‌کردن که مثلا ماهایی که یا همه خانمایی که رفتن به تظاهرات جورایی حتی طرفدار نظام پادشاهی هستن. سال‌های زیادی گذشت و من متوجه شدم که در واقع اون دلایلی که من براش حجاب گذاشتم هیچ کدوم واقعا منجر به نتیجه نشد و شاید دلایل درستی نبود. به هر حال میشه به حدود 25 سال من روسری و چادر داشت. نه حجاب واقعا نه برای من مسئولیت آورد، نه برای جامعه من مسئولیت آورد و حتی موجب شد به نظر من که نگاه جنسی توی جامعه تقویت بشه. اون نگاهی که ما فکر می‌کردیم که جامعه حتی اخلاقی تر بشه نشد، جامعه دچار فروپاشی اخلاق شد. یه جور نگاه مالکیت من احساس می‌کردم که داره به زن روز به روز بیشتر میشه. یه جوری من احساس می‌کردم که داره با این نگاه و با این تبلیغات با حجاب تبدیل شده به عنوان یک ابزار برای سلطه، برتری، زور، اجبار. خب من کم کم میدیدم به چشم خودم که نیروی انتظامی تو تظاهرات ها دنبال دوستای من میدوه. همه رو خب البته میزدن ولی خب به اونهایی که حجاب نداشتن یا کمتر حجاب داشتن حرفای زشت میزدن و حتی زنهایی که با چادر دنبال اینا میدویدن قرار رو بازداشت میکردن، تحقیر میکردن چون مثلا موهاشون پیدا بود. خب من تصمیم گرفتم که با این افراد و با این نگاه و با این اندیشه‌ای که در واقع از حجاب اینجوری سوء استفاده میکنه هم لباس یا هم ظاهر نباشم. برداشتن حجاب برای من میشه گفت این بود تزلزل موقعیت مردانه در خانه و اجتماع. من فکر میکردم که حتی برداشتن حجاب برای من یک نفر هم میتونه این موقعیت مردانه رو تو خونه و اجتماع متزلزل بکنه. خانم داوودی مهاجر، اما شما تا زمانی که خودتون در ایران بودید حجابتون رو حفظ کردید و در واقع با همون حجاب پسندیده حکومتی که چادر و پوشش کامل اسلامی بود حاضر میشدید. چی شد که اونجا سعی نکردید بایستید در مقابل این تفکر و در خود اون فضا در واقع اعلام بکنید که دیگه به حجاب اسلامی اعتقادی ندارین؟ من هم توی صحبتام، هم توی سخنرانیام، هم توی مصاحبه‌هام با رسانه‌های خارجی دائما بر روی اینکه حجاب اجباری نیست تاکید می‌کردم. یعنی در واقع یه جوری نشون میدادم که اعتقادم نسبت به این موضوع چیه، ولی اینکه اعتقادم در ظاهرم متبرر نمی‌شد در واقع یه جوری باز ناشی از اون فرهنگ سلطه بود که اگر من تو شرایطی که داشتم به اون فرهنگ سلطه نمی گفتم به هر حال یه مشکلاتی برام به وجود می اومد. من وقتی حجابم رو برداشتم بعد از اینکه 2 ساعت تازه فکر کردم که خب حالا اگر از یکی از من یه عکس بگیره
بگیره و بعد به پلیس و نیرو انتظامی نشون بده چی میشه؟ خب حالا اگه این عکس توی روزنامه کیهان چاپ بشه چی میشه؟ اون موقعم که تو ایران بودم همیشه فکر میکردم که شاید، نمیگم جسارتش رو داشتم یا نداشتم یا این فکر رو عملی میکردم یا نمیکردم، ولی همیشه فکر میکردم که کاش یه تظاهرات دیگه بشه و من بتونم این روسری رو جلوی نیرو انتظامی بردارم. اون موقع دیگه نمیترسم از اینکه اونها حالا مثلا زیر بازجویی منو تحت فشار قرار بدن یا تو بازجویی ها باید به هر حال جواب اینا رو پس بدم، چون به هر حال کسایی که داخل ایران فعالیت میکنن وقتی که یک تغییر موقعیتی میدن زیر فشار بازجویی قرار میگیرن. یعنی ما به همه اینها، من شخصا به همه اینها فکر میکردم، یا اینکه اگه برگردم باید به خونه چه پاسخی بدم، به اطرافیانم، به فامیلم، به دوستان سیاسیم باید چه پاسخی بدم. و حتی با اینکه این حجاب رو اتفاقی میگم، حالا اتفاقی نمیدونم، حالا شاید بعدم بشه راجبش صحبت کرد یا دربارش نوشت، اینجا برداشتم، خب خیلی مسائل مختلفی به وجود آورد. شاید خیلی از دوستای من که قبلا به هر حال من رو با این حجاب دیده بودن و پس مثلا پذیرفته بودن، بعداً حتی با من بعضا ممکن بود با من قطع ارتباط کردن یا به هر حال یه جورایی سعی می‌کردن که غیر مستقیم من رو به خاطر این موضوع تحت فشار قرار بدن. ارتباط حتی تلفنی خودشون و احوالپرسی‌های معمولی خودشون رو با من قطع کردن. یعنی اینطور نیست که شما فکر بکنید که وقتی یه روسری رو بعد 25 سال یا یه چادر رو برمی‌دارید همه مسائلی که دورتون اتفاق میفته خیلی خیلی عادی هستش. حتی همین الان هم گاهی اوقات اگر اتفاقی بخوام این افراد رو در بعض از محافل سیاسی ببینم، خب دوچاره یه مقدار نمیشه گفت که خیلی راحت باهاش برخورد میکنم. هنوز هم یک نگرانی های وجود داره. به هر حال این افراد طوری با یک فردی که روسریش رو برداشته برخورد میکنن که اون رو تحت فشار قرار بدن، اون رو ناراحت بکنن یا یه جوری رفتار بکنن که دیگرانی که شاید این روسری رو دارن این روسری رو بر ندارن. یه جورایی بعضی وقتا از بعضی محافل سیاسی ممکنه حذف بشن و تمام اینها به هر حال اون مسائلیه که برای کسی که 25 سال چادر سرش میکنه اتفاق میفته و نمیتونید بگید که نمیشه گفت که بدون حاشیه هستش. خانم داودی مهاجر، اون لحظه، اون آنی که شما گره روسری رو از دور سرتون باز کردین، چی در ذهن شما گذشت؟ البته من خیلی دلم میخواد بدونم که اون روسری رو چی کارش کردین؟ من وقتی که روسری رو برداشتم مثلا یک حس غیر قابل تعریف و غیر قابل توصیفی اتفاق افتاد. یعنی یه جوری انگار همه بندها از پای من باز شد. مسئله فقط داشتن یک روسری به عنوان اینکه حالا این دستور خداست که باید بذاری یا نذاری نبود. یک جور رهایی بود، یک جور آزادی بود، یک جور برای اولین بار بود که من در یک محیط باز باد رو میون موهای خودم احساس می‌کردم و این حس خیلی خیلی عجیب بود برای من. من گاهی اوقات فکر می‌کردم که این روسری من رو پاکدامن‌تر جلوه میده و الان میتونم این روسری رو برداشته بودم بدون اینکه فکر بکنم دیگه پاکدامن نیستم. و من این روسری رو برداشتم و چون کنار آب بودم انداختم توی آب و ساعتها آب نگاه کردم. اول خب اینو هی موج می‌برد و من توی این بردن موج به روسری به همه عواقب برداشتن اون فکر می‌کردم و به اینکه حالا چه اتفاقی خواهد افتاد. فقط به این موضوع فکر کردم که دیگه میخوام برای خودم تصمیم بگیرم بدون اینکه فکر بکنم که خب حالا من این روسری رو گذاشتم و بازم اون موقع خودم برای خودم تصمیم گرفتم، در حالی که اون موقع یک عالمه بندها و قیدهای مختلف بود که تو جامعه برای من تصمیم میگرفت و به من اینجور القا میکرد که تویی که داری برای خودت تصمیم میگیری. یه لحظه بسیار عجیب بود و شاید غیر قابل توصیف بود، ولی این حسی که باد روی سرم توی موهای من پیچید رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. من بعد از این فهمیدم که من چقدر در تمام این سالها استرس داشتم، اضطراب داشتم برای اینکه چقدر خودم مواظب خودم باشم، ممکن موام بیرون نیاد، مواظب خودم باشم که دیگران راجع به من چه قضاوتی میکنن، مچ دستم بیرون نیاد، یه موقعی جورابم اونقدر که لازمه کلفت نباشه. وقتی برداشتم دیدم تمام اون قید و بندها و تمام اون استرس هایی که من سالها برای این با خودم داشتم که دیگران که قضاوتی راجع به ظاهر من میکنن دیگه وجود نداره و من اصلا لازم نیست اینقدر وقت بذارم برای اینکه دیگران بگن که این زن خوبیه یا این زنیه که به هر حال هویت خودش رو حفظ کرده.